گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فضاله ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 75. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. تجارت. شهرهای بخارا، سمرقند و قرشی، اینچنین شهر سبز و در بخارای شرقی حصار و کولاب مرکزهای اساسی تجارت امارت بخارا بودند. در خانه خوقند کلانترین مرکزهای تجارت خوقند، تاشکند، مرغلان، اندیجان، نمنگان، اوش، اوراتپه به شمار می رفتند. در این دوره روندی از صناعت جدا شدن تجارت حالا به انجام نرسیده بود. دوکان در یک وقت وظیفه های هم فروشگاه و هم کارگاهی کاسبان را ادا می کرد. در شهرها تجارت در بازارهای مخصوص صورت می گرفت. بازار مساحت کلانی را اشغال می نمود. بازارهای اساسی تاشکند، خوقند، اوراتپه و خوجند پوشیده بودند. خصوصیت خاص طرح شهرهای آسیای میانه از این عبارت بود که در چارسوی خیابانهای اساسی مرکزهای سودا واقع گردیده. در اینجا تیمی دراز گنبددار ساخته میشد و از بین آن کوچه میگذشت و در دو طرف آن اندرون تیم دکانها صف میکشیدند. مرکز سودای سمرقند و شهر سبز این گونه تیم داشت. در بخارا 5 تیم موجود بود که این از رونق تجارت بخارا و آبادی بازارهای شهر گواهی می‌دهند. چنین عمارت‌ها را در سمرقند و شهر سبز 4 سو، در بخارا طاق می‌گویند. دکان‌ها نه آنقدر کلان بوده، با هم زیچ جای می‌گرفتند. رسته‌های بازار هر یکی به مالی معین تخصیص یافته بود. علاوه بر این کاروانسرای‌های بسیاری بودند. در کاروانسرای تاجران مسافر و محلی اقامت می‌کردند. در اینجا انبار، دکان، استاخانه، سیزخانه و غیره موجود بود. یک قسم کاروانسرای‌ها به خانه‌ها تعلق داشتند. قسم دیگر مال وقف به شمار می رفت و قسمی باقی مانده از آن شخصان جداگانه بود. در سمرقندی که نفوسش در عصر 19 از بخارا 2.5 برابر کم بود و اهالیش تخمیناً به 30,000 می رسید، بیشتر از 2400 دکان موجود بود. در قریه و دهکده های کلان به اصطلاح دور بازار وجود داشت. مثلا در بخارا بازار کاغان روزی سه‌شنبه، بازار بهاءالدین روزی چهارشنبه، در سمرقند بازار جنبای روزی یکشنبه، بازار مهنت روزی دوشنبه برپا می گردید.
البته انواع مالها و خصوصیت خرید و فروش در آنجا دیگر بود. در قطار این سودای داخلی شهر و دهات همچنین سودای نسبتاً کلانی بین شهرها و ولایتها عمل میکرد. بسیار شهر و ولایتها با نوع معین محصولات هنرمندی و مالهای فروشی خود شهرت داشتند. مثلا حصار با خنجر و گوسفند، اوراتیپه با کار، خوجند با ادرس و شاهی، قرشی با علاچه. کلانترین بازارهای ولایتی مرکز تجارتی دولت‌های خانی آسیای میانه به شمار می‌رفتند. علل خصوص سودای بین امارت بخارا، دولت‌های خانی خوقند و خیوه رواج یافته بود. مال بسیاری از کشورهای خارجی از جمله افغانستان، هندوستان، قاشقر و ایران آورده می‌شد. در اقتصادیات دولت‌های خانی مقام مخصوص را تجارت با روسیه اشغال می‌نمود. محض شهرهای کلان مهمترین مرکزهای تجارت خارجی حساب می‌شدند. در سودای کلان خارجی حاکمان، خویش و اقربای آنها، عملداران عالی مقام شرکت می‌نمودند. سوداگران ثروتمند اتحادیه مخصوص خود را داشتند. رویخط مخصوص خانی بود که در آن نام سوداگران به دولت را ثبت می‌کردند. این اتحادیه را کاروانباشی سروری می‌کرد که با فرمان امیر تصدیق می‌گردید. سوداگران میانه و خرد اتحادیه خود را از روی رسته و بازارها تشکیل داده بودند که به آن آقسقال سرداری می‌کرد. زمینداری فئودالی، احوال عامه خلق. اکادمیک غفوروف در این بخش دایر به زمینداری فئودالی و شکل‌های آن، احوال دهقانان و شرایط زندگی آنها معلومات داده تأکید می نماید که اساساً شکل زمینداری فئودالی در آخر عصر 18 نیمه اول عصر 19 ناوابسته از بعض تغییرات جزئی به همان شکل پیشتره باقی مانده. پیش از همه در دوره مورد ذکر اصول تنخواه یعنی طریق خدمتانه به شخصان جداگانه انعام نمودن قطعه زمین یک و یا یک چند دهه و حتی یک ولایت کلان بیشتر رشد یافت. درآمد تنخواه کاملا در اختیار تنخواهدار بود. بعضا صاحب تنخواه غیر از مالیات که به فایده خود جمع می کرد مبلغ معینی از خزینه امیر نیز دریافت می نمود. اصول تنخواه از آغاز حکمرانی سلاله منقیتیان خیلی وسعت پیدا نمود. منطقه های نچندان کلان همچون تنخواه به شخصان صاحب منصب از جمله به سپاهیان انعام می گردید. مقدار تنخواهداران در چاریک اول عصر 19 فقط در امارت بخارا از 12 تا به 36,000 نفر رسیده بود. اگر پسر منصب پدر را اشغال نماید به تنخواه اون نیز صاحب می شد. یعنی تمایل میراثی گردانیدن تنخواه نیز وجود داشت. در بخارای شرقی تنخواه دارای خصوصیت‌های خاص خود بود. پیش از همه در اینجا نه زمین بلکه خواجگی‌های دهقانی به تنخواه داده می شدند. شکل دیگری زمینداری در دوره منقیتیان رشد یافته وقف بود. به این بیشتر از همه تعصب دینی در دوره امیر شاه مراد قوت گرفته مساعدت نمود. در زمین‌های وقف کار کردن برای دهقانان باز هم وزین‌تر بود، زیرا به عوض مهنت سالانه تنها از 4 و یا از 5 یک حصه حاصل را می گرفتند. حجم و مقدار اندازها در امارت بخارا تا رفت می افزود. در دوره حکمرانی امیر مظفر سالهای 1860 1885 نه فقط از زمینی زراعت
بلکه از زمین ناکارم نیز خراج ستانیده میشد. از باغ و تاکزار، کشتی یونچقه، پالیز و آبچکاری اندازی تنابانه گرفته میشد. بسیار وقت این انداز به شکل پولی جمع آوری می گردید. حاصل فراوان باعث خوشنودی دهقان نبود، زیرا با زیاد شدن حاصل حجم انداز هم می افزود. از 4 حصه حاصل همچون خراج ستانیده می شد. از باقی مانده آن حق امام مسجد، سرکار، میراب، آقسخال و میرزا گرفته می شد. در حالتی به شکل پول ستانیدن اندازها نرخ محصولات را امیر مقرر می نمود. احوال دهقانان اجاره‌کار باز هم بدتر بود. اجاره‌گیری زمین نه فقط دهقانان جداگانه بلکه یک گروه دهقانان هم بودند که زمین را شریکانه پیکال کشت و کار می کردند. این طریق شرکت ها از آن سبب به وجود آمدند که اکثر دهقانان جفت گاو و آلات کشاورزی نداشتند. در قطار دهقانان به زمین مردکاران هم بودند که مورد استثمار سخت قرار گرفته مزد ناچیز به دست می آوردند. دهقانان بسیار اندازهای علاوگی به مثل میرابانه برای آبیاری زمین، علف پولی برای یونچقزار، خوش پولی برای جفت گاو، یک سری برای هر سری چاروا از قبیل اسب، خر و برزگاو، این چونین برای چیدن هیزم و گذشتن از پول نیز می پرداختند. نمود دیگر انداز این زکات بود که اصلاً می بایست از چیل یک قسم چاروا را تشکیل می داد. در میانه های عصر 19 زکات را بیشتر به شکل پول می گرفتند. زکات اساساً برای اهالی کوچمنچی و نیم کوچمنچی وزنین بود. در خانه خوقند جمع آوردن زکات به یک معرکه نظامی تبدیل یافته بود. برابر اندازهای گوناگون دهقانان این چنین مجبوریت‌های گوناگون از قبیل حشر را نیز ادا می‌نمودند. ساختن و تعمیر کردن کانال‌ها، انشاءات‌ها، راه‌ها، این چنین کشت و کار و نهالشینانی در زمین‌های امیر یا خان از همین قبیل کارها به شمار می‌رفت. در خانه خوقند مقرر گردیده بود که هر یک دهقان باید 3 روز در حشر شرکت نماید. در قراتگین مدت حشر تا 15 روز می‌کشید. حشر هم یک واسطه فایده علاوگی به دست آوردن عملداران امیر گردیده بود. خراج و مالیات علاوگی و مجبوریت‌های گوناگون مهنتی در بخارای شرقی زیادتر بود. درآمد سالانه زمین، خراج و مالیات جمع شده همه برای افزودن ثروت منصبداران و اشرافان، تأمین دستگاه اداره دولت و لشکر صرف می‌شد. مبارزه صنفی. بخش مذکور به انعکاس حرکت‌های مردمی و شورش‌های خلقی بخشیده شده است. عالم شناخته وابسته به طلب زمان آن را در شکل مبارزه صنفی نشان داده تأکید می‌نماید مشکلی زندگی، مالیات و اندازهای زیاد، جنگ و جدالهای داخلی پیوسته باعث ناراضگی اهالی می‌گردید. از این رو اهالی شهر بخارا و ناحیه‌های اطراف آن بارها به مقابل امیران منقیط شورش برداشتند. از جمله سالهای 1758 و 1785 اهالی شهر شورش برداشته در کوچه های شهر سنگرها ساختند. سال 1810 در بخارا قحطی روی داد، قیمتی و گرسنگی آغاز یافت. اما امیر و اطرافیانش تدبیر نه اندیشیدند.
آنگاه شهریانی به شور آمده میدان ریگستان را صاحبی کردند و امیری به هراس افتاده از شهر فرار نمود. عیسیان مردمی با زوری فرو نشانده شد. چنین شور و آشوب‌های خلقی سالهای 1819 و 1820 نیز به وقوع آمدند. یکی از جنبش کلان خلقی سال 1821 در میانکال بین سمرقند و بخارا از طرف خطای قیپچاق‌ها به وقوع آمد. بهانه شوریش معرکه دوباره به سربازی گرفتن اهالی بود. تمام قوم و طایفه های ناحیه بین سمرقند و کتقرغان به شورشگران همراه شده مأموران امیر را رانده کتقرغان، چلک، ینگ قرغان و دیگر شهر و دیهه های اطراف را صاحب شدند. شورشگران به طرف سمرقند حرکت نمودند، اما امیر کتقرغان را گرفته اهالی آن را از دم تیغ گذرانید. شورشگران از خوقند، شهرسبز و دیگر ملک های دشمنی امیر حیدر مدد خواستند. خطای قیپچاق ها خواستند به بخارا ضربه زنند ولی به این موفق نشدند. سال 1825 امیر حیدر مکانهای اساسی مقاومت شورشچیان را اشغال نمود. سال 1840 خان خوقند از ترس هجوم قشونهای بخارا خوجند را داد و این باعث شورش خلقی در مرکز خانی گردید. به شورش خواجه قلندری میسگر سرداری میکرد. شورشگران منزلهای عملداران را به خاک یکسان کرده، سفیران بخارا را رانده، دربار خان را احاطه نموده. حاکمان با مکر و فریب و دشواری‌های زیاد این شورش را فرو نشاندند. جنبش‌های خلقی در خوجند سال 1842 وقتی هجوم لشکری بخارا نیز به عمل آمدند. در ابتدای سالهای 60 دهقانان شغنان، روشان و وخان شورش برداشتند که به آن شیخزاده روشانی سرداری می‌نمود. شورشگران نشیمنگاه میر روشان قلعه وامه را به دست درآورده قرارگاه حاکم شغنان قلعه برپنج را گرفتند. شورش تنها پس از آمدن قوه زیاد حربی پخش گردید. شورش دیگری طولانی در خوارزم از طرف ترکمنها سالهای 1855 1867 و شورش دهقانان بینوا با سرداری محمد فنا سالهای 1858 1859 در خانی خیوه به عمل آمد. موج پروسعت شورش های خلقی گاها سراسر آسیای میانه را فرا می گرفت. حرکت های خلقی آن دوره اساساً خصوصیت اگرری داشتند. جنبش های هم دهات و هم شهر به طور استخیوی و غیر متشکل سر زده خصوصیت محلی داشتند و تمام خاک دولت خانی را فرا نمی گرفتند. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 75. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.